جملات تحریک کننده هنگام نزدیکی. چرا وقتی میخوای نزدیک یکی بشی باید وایسی تحریکش بکنید؟ با یه سلامی با چه شد؟ هنوز شروع نکردم بابا. خوبی؟ در حین رابطه از شوهر تعریف کن. مثلا عجب بدنی داری. دمت گرم. بی‌نظیری به نام خودت. عالی، چه بدنی داری. دوست دارم. چه بدن عالی داری. بی‌نظیر بودی. فهمیدم. عالی باشه. کارامون شد خدا ازت راضی بشه. رسیدن وجودت کرده. بهش بگو تو چقدر حرفه‌ای هستی. آدم با تو سیر نمی. چقدر حرفه‌ای هستی. مخلصتم. چه حرفه‌ای؟ من آموزش دیدم صبح تا شب. دستو چجوری کردی تو؟ من اصلا کار نمیدونم. دست خوش. ضربه داشتی؟ دمت گرم. صدا مالکی کل ساختمان عشق کرد. دمت گرم. نه اوکی. ترکاندی. اوکی. اوکی. راضی بودی؟ عالی بودی. چقدر خوب بلدی. خوب میدونی چی کار کنی. تو بری چی ایجو کردی؟ بابا با من هماهنگ می‌کردی. الان کی بابا بابا حساسه کیه به بابا فشار؟ من همه بدنم نقطه حساسه. وای منم دیوانه. وای منم دارم دیوانه میشم. وای 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 وای. مرسی دست در نکنه. شما میشه برین کی؟ وایسا ایجو فایده نداره. نقاط حساس من بفشار. نقاط حساس من بفشار. نه تو خود کار خودت بلدی چی کار بکنی. بفشار. حروم زاده بفشار.